اینجا یکی از اقامتگاه ها بونه که تازه بازسازی شده. بریم با هم داخلش رو ببینیم. این عمارت از دوره قاجاره. یه ملک شخصی بود که امسال بازسازیش تموم شد و از امسال میزبان شما هستیم. این عمارت 5 تا اتاق داره با یک سالن غذاخوری. با همدیگه بریم از داخل ببینیم. بچه این اتاق استاندارد 8 نفره مونه. سیستم گرمایشی و سرمایشی خودشو داره. یه یخچال، یه شومینه قدیمی با یه سرویس بهداشتی حموم و دستشویی مجزا با یه حس و حال قدیمی خیلی عالی. اینجا یک از اتاقای مسترمونه با کاناپه تخت‌شو و سرویس ایرانی و فرنگی. تو این اتاق میخوام یه چیز ویژه رو بهتون نشون بدم. همونجور که میدونین این بنا برای دوره قاجاره و اینجا یک شاخص داریم. بله، همین شومینه‌ای که دارین ملاحظه میکنین، این سنگ از همون زمان قاجار که ساخته شده اینجا به یادگار مونده و همیشه من با این کلی لذت میبرم و